مردمی مسلمانیم، فرهنگ داریم و اگر ما نگاه کنیم 50 سال پیش حوزی ما خیلی فرق میکنیم. 50 سال پیش، 30 سال پیش، حتی 10 سال پیش این همین شب روز ما خیلی فرق میکنیم. متاسفانه ما به جایی که اصلاح شیم با فرهنگ یا که با دین با گذشته هامون یعنی با خوبی دست بزنیم، برعکس ما با گمراهی، با جهالت، با خرافات و از اسلام دور شدیم، ای فرهنگ دور شدیم، با گمراهی رفتیم، راهی گمراهی، راهی تباهی در رفتیم. هفته گذشته بود ما نوارو را دیدم و او را برای خودم یک موضوع مهم دانستم که برای شما برسانم. اما تماشا نکردم نوارو را، فقط صلاحش همون نوشتجات و صورتاش تماشا کردم. خب نگاه کنین، امروز اینترنت برآمد. شرایط اینترنت قریب برای بسیاری نفرها اگرچه کمی مشکل باشه اما کوشش میکنن که استفاده ببرن، یعنی تماشا میکنن که مینویسن هر کاری نباشه. اما بدونن که اینترنت هم فایده داره هم ضرر. برای آدم با عقل میفهمیدگی، با سواد یا که استفاده میکردگی با طرف خوبی باشه، این خوبیه، یعنی استفاده ببره. اما برای آدم بد باشه یا که آدم غرض شخصی یا که نفع یک کاری بد دست بزنه که مقصدش یک ناپاکی یا گمراه کردن مردم باشه، برای هم ضرر داره. از اون جمله مردم ما و شما در اینجا استثنا نیستن، یعنی که به طرف یا که یک طرفه نیستن. مردم ما و شما در همین شب روزم هر یک کمش کاری کرده است که ما بهتر باشم، اوج دیگرش ما بهتر باشم، مرا بسیار تماشا کنن یا که ما بسیار سون کار کنم. نگاه کنین، ما ملاحاقی درباره قهر میکنیم، اون گپ سخت چون نگم. ملاحای درباره هم یا شاید که بعضیش گفته باشن من نشنیدم، نفری که با کاری بد، با گپی بد، با نواری بد سوم کار میکنه و سومش حرامه. نمیره بدونین سومش حرامه، دیگه دلیل هیچی در کار نیست. تو مسلمانی، خواه مسلمان نباشی هر کاری میخوای بکن، ما با غیر مسلمان هیچ کار ندارم، زیرا او در همه کار جایزه. مسلمانی با خودش قانون قاعده داره. حتی فرهنگ ما با بغیر از اسلام، مثل فرهنگ تاجیکی داره که این هم با خودش قاعده و قانون داره. بغیر از این با ما سر قانون داریم که ما قبولش نداشته باشیم، بسیار قبولش داری، با خودش باید گفتنی ها داره که یک ترتیب داره. نوروی که در یوتیوب ما دیدم، ما اینجا میخونم چیزی که همون نوشته همون را میخونم. نگاه کنین، ای بای باور کنین، من از نمیده گفتم در من ایزوه میکشم که باید بگم که شما ایرا نگاه کنین در بین دو ماه 125,000 تماشاش کرد. باور دارم که 100,000ش تاجیک کرد، 100,000 نمی تماشابینش تاجیک کرد. و از این 100,000 نگاه کنین، همه ای مردک نیست، همه ای بیزن نیست، همه ای یا که زن نیستن، زن و مرد تماشاش کرده گیان. عیب نیسته، شرم نیسته که با اگر که خچه مسلمان هم نگیره در مردم مسلمانی تبلیغ داره، دعوت به طرف گمراهی، به طرف الله و به طرف بد اخلاقی های. نگاه کنین چی نوشته نام ویدیوشه و یک دختر یک مردک هر دش با فک نخیلی نزدیکن. چی نوشته؟ که ما فک ما در فک این موندم. نگاه که برای چی این چیزا می نویسن؟ موضوع اگر اسلام مثال بیارم کو ساعتاش مثال میارم و صدها آیت قرآن گپ خداوند، صدها حدیث است. برای شما قدرش با فیلم کفایه که نمی قرآن هوی میکنی، قرآن کو کتاب مقدس، کتاب مسلمان ها، ای طرف خدا اومده با پیامبرش حضرت محمد مصطفی علیه السلام اومده. اونم را هوی میکنی، اولین پیش از سوره را بخونی چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا بخشنده و مهربان. یا که اگر سوره فاتحه را ما مثال تون بیارم، اولین سوره که تو چی میگوید اونجا؟ تعریف الحمدلله رب العالمین، تعریف برای خدای جهانیان، یا که مالک یومیدین، پادشاهی روز جزا، پادشاهی روز جزا. شما فراموش کردین که قیامت دارین در پیش، عذاب، آتش، سوال جواب، اینا شما فراموش کردین. آخران سوره قرآن چیه؟ اینا همه شما میدونید. من دو مثال میارم، اینا هم میدونید. سوره فاتحه را، سوره آخران قرآن، سوره ناس، سوره مردم. آخران آیتش میگه که خداوند میگه استعیذ بالله من الجنة و الناس.
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نگاه کنین، پناه میطلبم از شیطان های انسی، همچنین از شیطان های جنی. شیطان دو نوع میشوه، ایرا بدونین، هم انسی میشوه هم جنی. جنیش همون رانده شده درگاه خداونده، انسیش هم همین رانده شده از نزد مردم، یا که از درگاه مردم، همین امام علی. این یک کادر برای شیطان. من برای چی ابلیس میگم؟ برای شیطان میگم هم در نظرتون همون جنیه، اینا ابلیس بگم بفهمیش کیه. نگاه کن، این یک کادر، یک متخصصه، با خودش باید با لشکر داره، وسوسه میکنه مردم با گمراهی، با همون چقری برده است، با چاه برده است. شما در پیش حساب کتاب دارین، در پیش شما دوزخ بیش دارین، اینا رو بدونین. و کسایی با میگم که اگر با گفتگوی خدا که با قیامت با دوزخ بیش باور نداره، مردم ما شما باید خودداری کنیم، تماشا نکنیم، یا که مجبور کنیم حکومت. در اینجا نگاه کنین، پارلمان، نگاه کنین، حرامیان این پارلمان یک لختک یا یک نمی کوکلا توتی واری نمیجا چیزی شما میگن همون رو میکنن. پارلمان، وزارت کارهای داخله و وزارت فرهنگ، انمی سه کس مسئولن. در این کار باید که یا موافق قانونم ماده 139 که حرکتی خصوصی دارای شهوانی، همین سخنا شهوانی نیستن، مقدمه زنا همین نیسته. همین نفری که تماشاش میکنی، همین صورتی که همین ویدیو پیش میبره تماشا نکرد، چی در نظرت میاد؟ که میگو بیا بدروم همون چیکار میکنه؟ در نظرت که همون همخوابگی میکنه. فهمیدین؟ در اینجا وزارت داخله و وزارت فرهنگ و پارلمان باید قانون ببرن. قانون هم نمیبرن، اینا سایرشون آسان گرفتن، چی بلاگر باشه، چی سراینده باشه، چی نمو با گفتی خودشون شوخی کنه باشه، یارو نمیخواد جریمه ببنده، یا که برای 5 سال تا 7 سال جزاش. نمیره میدونه که حرکتی خصوصی دارای شهوانی جزاش 5 تا 7 ساله. این رو باید برام بشنونم. نفری که این تبلیغ با میگم که در مردم مسلمان این چیز جایز نیست. ولی ما با لباساش نمیگیم، لباسایی که میپوشن تماما با فرهنگ ما یا با دینی ما راست نمیوش ایوش با یک طرف. یکی این همین نوشته جات با ویدیو هسته. اجازه ما چند تاشم میخونم نمونه. نگاه کنین، یک تیگه چی نوشته گه ویدیو ایرا با میگم که زیاد شما تماشا کردین. ما این روزا خیلی اجده داشتم، دستی دختر یک جای پیدا کردن، ما اول نمیتونم بگم دختر سبک پا بود یا که دختر تنجه یا که خوبه ایشه چی گفتن نمیتونم نگی. در بین همی یوتیوب زیادتر ویدیوی همیه به همتری بمانگی در بالای کورپا میبرانش، در بالاش میبروین، او در بالای بچه میبروین. یا که نگاه که دیگرش چی نوشته گه ای دست دیگان کار نمیابی، بخاگی نکن، در بالاش بچه. چند نفر تماشاش کرد؟ 635,000 تماشاش کرد. برای چی تماشاش کردن؟ برای که خیال کردن که همین بچه خدیام دختر یگون کار کرده است. ای بچه بوم میگم که این کار حرامه، سومی حرامه. نه خود نصیب میکنه، نه کودک ده اگر زن کودک داشته باشی، نه پدر مادر ده. سومی حلال، مهنتی حلال برای هر یک مسلمان فرض میدونید. و این چونین بعضی توی ها ده، ما شاید که همه توی نمیگم، شاید نباشه، نه که بعضی توی ها ده چیه؟ رقصه. یک دختره اورم خود شاید مسلمان خوشا بتروشه، یا که شاید فرزند مسلمان باشه، تاجیک در بین خوشا در بغل مسافر میپرده، در بغل بچه ها میپرده، در بین بچه ها از دور ترک خفا ترک کمپیر زنها تماشا دارن. عیب نیسته. باید خشیت پیان باشن و خیلیشم فهمیدن در کار ققره زده خرسندی میکنن، چک چک میزنن، در نظرشون کار خوب کردیسن. این کار حرامه، عذاب خدا میاد. گفتم که اولی گپونده که عذاب خدا برای همون قومی میاد که از خدا و رسول دور شده باشن، نافرمانی کرد باشن. فهمیدین؟ با کار خوب دست بزنین. همچنین در درون خونه ها نوار میکنن، زیادتر از طرف زنها شیدسته، یا که رقصای بزب یا که تنهاشون نشون میتن و در اینترنت جهان در نشون میتن. این آب روی مردم ریزونده نیست. خیلی نوبتی خودتون شما آب رو ندارین، یکی مردمی تاجیک یا که فرهنگی ما دینی ما چی میشود اینجا؟ اگر با همه را خلاصه کنیم میم در رحمان چی میشیم؟ میزنیم.
یعنی سرچشمش بر رحمانوفه که دیدن که در بین مردم همین کارا رو همون خودش کرد. ای رقصش هم باشه، ای سخنوی بگیم شهوانیش باشه، ای بد اخلاقی رحمانوف خودش کرد. برای همین دیگه زبان کوتاه یا را سایرش نمیتونن گرفتن. و این برنامه همین ملخچه گفتیم که شیطان ها دیگر قریب علامت قیامت شده، وسوسه ها زیاد میکنن. وسوسه ها زیاد میکنن تو اینکه گمراه کنن مردم. گمراه کردنشون این در دنیا توخه نیست، دوزخ برن. شیطان قسم خورده، اینا فراموش نکنین. نفر قسم میخوره باید با قسمش صادق باشه، با قسمش تکیه کنه. شیطان قسم خورد، اونم در نزد خدا که تمام بنده تمام دوزخ میبرن. خب اینجا که ما با زیادتر خدا و رسول میگیم که اسلام میگیم، برای ما اسلام مثال آوردم، اما این نگاهی گفتم که قانون، این نگاهی فرهنگ، این نگاهی عرف و عادت این کار درست نمیشه. و خب با همه طرف این مینوسه های ما میگم که مردم تاجیکستان شما این همین کار باید که سایرش بگیرید. حکومت نمیکنه، این برنامه خودشه. شما اولین کار میکنید تماشا نکنید. من میار اکثرش تماشا نکنم، فقط همون خیلی صورتشون خیلی روکی گرفتم. نمیدونم ولی داخلی او چیکار میکنن، یا که حتی همون کامنتاریوش هم ننوشتم که همیو گپی خوب نوشتن یا که همیو را یا اون گپی بد گفتن یا که کلاسوش هم حتی اهمیت ندادم. اما نگاه کنید، در نمیرم بدونین در کاری بد لایک میمونی، کامنتار مینویسی یا که حتی تماشا میکنی گناهگار میشی. نفری که او را تماشا میکنه فرق نداره یک باشه 10,000 100,000 همه او هم گناهگار شد، با همون قیدت سه گناه میگیری. آیت قرآن سوره اما آیت 4 بشه خطا نکنم. خلاصه شما گناهگار میشین. در کاری بد هیچ وقت نزدیک نشین، چی برسه تماشا کردن که با دیگران او را فرستادن. کاری حق ده، کاری خوب ده، همه وقت شما صف پیش نباشین، دستگیری کنین، برای هم ثواب میگیرین، هم این وظیفه شما. میدونید که هر یک تیم شما مسئولین. در عموم تمام انسان های روی دنیا مسئولن، مسلمان هم باشه و غیر مسلمان هم باشه. از اون جمله مسلمان مسئولیتش زیادتر از غیر مسلمان ده. ولی یه روز دیگه در این موضوع میگیم. خب در اینجا خلاصه میکنیم صحبت ما. همونقدر گفتنیم که این کار باید ما شما خاتمه بدیم، نقطه بگذاریم که این کار ضرر کلان داره. بد اخلاقی، زنا، فحشا ضرر کلان داره. ای ایمان، ای اسلام، ای خدا و رسول دورتون میکنن. این را بدونین. شما به درگاه خدا توبه کنید و اون نفر را میشناسین. او شاید که بعضیش هم تماشا میکنن، مورا دست بکشین. به خاطر تماشابین زیاد شوه این کارو نکنین. نگاه کنین، من یک چیز دیگه میگم، تو این ساله همین کار نبود، نه در همین سال همین کار شد. برای چی؟ برای که دیدن که غرب، مثلا غرب یا که دیگر دولت تو همین کار کردن، ما تبلیغ یا که بگیم که تقلید به همراه کردیم. ولی هم خیلی رفتن بگیرن، این نمیدونم فراموش نکنین دیگه ای خیلی نمیکنن همیا. با برای که ما دیگه شما سر میشه و این طریق از صورت یک گپ با میخوایم که طریق اونجاشون لیج بینیم یا که با ایدم گپی با قبیحتر که دیگه نمیدونم ایدم گپ قبیح میشه یا نمیشه، با ما ایدم زیادترش میخوایم. ایدم ما باید زیادترش میخوایم که تماشا کنیم یا که او هم کار میکنن که جلب کنن با طرف همون نواراشون یا که با طرف کانالشون مردم جلب کنن. شاید که بعد مچک کنن یک دیگر شه. خب شاید که اون کاری بعد دیگر هم بکنن که تو تماشابین پیدا کنن. در این ما قدر با میگم که ما توبه کنیم و سایره را بگیریم که یا با این کار دست نزنن، این کار توبه کنن یا که برن در خونه خودشون بکنن چی کاری میکنن و جواب شخصشون بدن. این کار ضرر داره در مردم ما و ما شما باید که خودداری کنیم و دور باشیم این کارهای حرام. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.